السلام علیکم بینندگان گرامی. انا همینجا چه خیلی که شما میبینید همین پدان ها کرابکای کلان اینا همش خوکه ها. خوکه یک نمود خوکه ای که انا مینه انا خوکه این خوک هم نیسته، یک مایدی اره با مانند مایدی اره های با همون دربیل که میزنن مایده میکنه همینا را برای شنانیدن کلوبنیک پرورش کردن کلوبنیک. انا بینید که اگر کسی که همین چیز عقلش میگیرد، همین چیز به فهمیشش میرود، همینجا سیستم آبش میگود، اینجا آب سیستم را میموند، اینجا همون نهال کلوبنیک میشنوند، نهال قلفنایه. 6 ماه یک خیل، 6 ماه 7 ماه یک خیل هم خیلی سری 2 روز چینده میستیم، حوصلش هم خیلی به نهایت برزیاده که بسیار ساحه درآمدناک به حساب می رود. اگر که کسی به همین ساحه شغل دارد، همین چیز یک بار فکر کرده، همین کار کرده برود، اگر بسیار چیز نغزه. بعضی کلوبنی که میشنونیم ده همینا دویم سال هم میموند، دویم سال هم حاصل میگیرد. نه که بسیارتر همون فرمه هایی که درآمدشون به قوت های، درآمدشون زوره، هر سال همین چیز نو میکنن. همین خوکه که ما در دست داریم، همین چیز هر سال نو میکند برای خاطر حاصل بسیار شدنش، حاصل پرقوت شدنش، کلوبنیکش کلان شدنش همین چیز طلب میکنه. خب دوستان، شخصانی که به همین چیز بسیار شوق دارید، بسیار ساحه درآمدناک، همین چیز می شود که فکر کرده به همون متخصصای ساحه دیده برآمده، همین چیز یک فکرش کرده، یک گرمخانه کشاده همین چیز کاریدن. بسیار درآمد خوب دارد برای شخصانی که در کافتکاوی همین فایده زراعت پرور هستند. بسیار یک تکان جدی میدهد. حتی ذره هم اگر برای اون کس یاردم شود یا موتیواسیون شود، بسیار شادم دوستان. اگر یگان نافهمی شود حتما نویسید در کامنتاری ها، ما به شما جواب می نویسیم در کامنتاری ها. حداقل ویدیو می سازیم، پیشکش شما میکنیم. بینندگان عزیز، باقی در امان الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.